امروز میخوام یه بزرگ مرد رو بهتون معرفی کنم. مردی که با قیامش به تنهایی 2000 هکتار جنگل رو احیا کرد. این بزرگ مرد 82 سالشه و ساکن روستای دهکهنه از توابع بخش کانفیروز شهرستان مرودشته. علی حسین سعادت از اذان صبح از خونه میزنه بیرون و 30 تا 40 کیلومتر پیاده راه میره تا خودش رو به ارتفاعات جنگل کانفیروز برسونه. حدود 70 ساله که بیش از 54 گونه گیاه جنگلی رو در ارتفاعات 3000 متری جنگل کانفیروز کاشته و به ثمر رسونده. پاییز که میشه بذرهای جنگلی رو جمع‌آوری میکنه و زمستون اونها رو میکاره و تو فصل گرما هم آبیاریشون میکنه. وقتی ازش پرسیدن داراییت بعد از 80 سال چیه، در کمال تعجب جواب داد: یک الاغ و یک گاو. حاصل 70 سال تلاش و پشتکار این بزرگ مرد گمنام اما ماندگار احیای 2000 هکتار از جنگل‌های کانفیروز بوده. ایشون زکات 80 سال زندگی سالمش رو کاشت درخت میدونه و میگه به لطف همین طبیعت تا این سن حتی یک قرص هم نخوردم. در اردیبهشت سال 1401 به پاس قدردانی از خدماتش به طبیعت این مرز و بوم لقب همیار طبیعت و یک لوح تقدیر به ایشون اعطا میشه. حالا به نظر شما بعد از 80 سال شایسته این تقدیر بود؟ امیدوارم این پست اونقدر باز ارسال بشه که این مرد به جای گمنامی بشه معروف ترین مرد ایران، کسی که کلمه مرد رو به کمال رسوند.